بنده خدا، کودکی با پاهای برهنه بر روی برف ها ایستاده بود و به ویترین فروشگاهی نگاه میکرد. زنی در حال عبور او را دید. او را به داخل فروشگاه برد و برایش لباس و کفش خرید و گفت خودت را احتیاط کن. کودک پرسید ببخشید بانو، شما خدا هستید؟ زن لبخندی زد و پاسخ داد نه، من فقط یکی از بنده های خدا هستم. کودک گفت میدانستم با خدا نسبتی دارید.